همونطور که گفتم ما در حال تعقیب چند تا عناصر هستیم که از اون ور مرز فرار کردن و با همکاری شما و تعدادی از دوستان شما این ور مرز اومدن و طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم اسم شما هم توی لیست هستش، آقای نوحان بلوچ. یعنی نام من هست؟ بله شما نوحان بلوچ. و همونجوری که ما شما رو خوب میشناسیم شما شخص قابل اعتمادی هستیم و به نفع خودتونه که با ما همکاری کنیم. ولی درسته من نوحان بلوچ منم. ولی من دیگه این شما میگین تعقیب اتفاقات ولی اتفاق که نیفتاده. بله اتفاق یکی همشه که سر شب شما من آوردیم مثل گربه بزرگ اینجا که میگوید عناصر مناصر والا من نمیدارم. عناصر نه، عناصر خودت هم خوب میدونی. ناصر که؟ بله ناصر شکوک هست که من خوب میشناسم. این 4 سال الان رفتم کجا مسکت. صبر کن گفتی ناصر؟ بله. خب ادامه بده. بله شما آدرس میهایید که من میدم. اگه شما تلفن هم که میهایید که من میدم. بله دیگه والا نصف شب آوردی اینجا ندانم والا که چی. یعنی چی که چی؟ خب مسلمه واسه چی آوردیمت اینجا؟ باید صحبت کنی. خب حالا یه نفس عمیق بکش، قشنگ مثل آدم صحبت کن. یعنی که من صحبت بگیرم. نه پس چی همه من؟ من دوست با همه شما صحبت بگیرم. مگه من با شما شوخی دارم؟ اگه صحبت نکنی یه بلای سرت میارم که مثل بلبل آواز بخونی. والا خدا شاهد من سوران برادر خودم من اصلا صحبت نگفتم. یعنی تو شما میگویی که من صحبت بگیرم آواز هم بخوانم. شما میخواید من میگیرم. من میگیرم. چیه؟ داری چیکار میکنی؟ بتمرک سر جات. مگه نشستی نمیتونی صحبت کنی؟ که البته به خدا اگه من داره از شنیدم کسی نشتگاه صحبت بگیره. مگه همین الان 20 دقیقه صحبت نکردی؟ جمعه کار با تو اگه من 20 دقیقه صحبت گرفتم مثلا من همینجا نشتم با شما من کجا صحبت گرفتم چه؟ پس صحبت نمیکنی ها؟ من چی بگم والا شما اینجا گوت من گرفتی که الا بلا صحبت بگیر وجه قضیه هده همین ناصرن که به خدا پهکا میدانن که ناصر بهتری رفیق میکنه کمبره. اینا اصلا یعنی هر روز با یکادگر دیدار میکردن و یکادگر خیلی دوست میداشتن والا. اصلا بی یکادگر اصلا نمیتونستن. و اتفاق که شما میگی آقا هر اتفاقی که بیفته به خدا قسمه که اولین کس که خبردار میشه از اتفاقات هده چاکره. چاکر که میدن نه؟ چاکر خب؟ چاکر نه میدن پدر امانک. حالا من کار ندارم که شما میدانی یا که شاید نمیدانی. بله هر اتفاقی بیفته چاکر صحیح میشه هم به خاطر دودا که میدانی نه؟ این توتی کبوتر که 24 ساعت پاسخ میده به چاکر. گفتی کمبر و چاکر و دودا؟ هم بله آره. کمبر و چاکر چه نسبتی با دودا دارن؟ نسبت خوب دارن ها. این شبی که شما من گرفتین من دعوت چاکر که بودم دودا همونجا بود. فکر کنم که شور کرده این شبی همونجا میابه. کافیه دیدی آخرش حرف زدی؟ آقا منظور که ما صحبت کردم و حرف زدنی؟ گره ما اول میگفتیم ما حرف میزدیم نه. همینجا بشین من همین الان میام باز خدمت. من نشتم. نه پس همه من دوست من و همه شما نکرده که نه اوکی همه شما صحبت بگیرم. خب صحبت بگیرم صحبت بگیرم
شما یا میگی که گدگان صحبت نگیرید و اینجا شما میگی من صحبت میگیرم حالا من نمیدانم هر بطل من بودم شبی صحبت گرفتم و حالا من کجا صحبت گرفتم شبی من هم نشتم با شما والا وجود با قسم قرآن اگه من شبی صحبت گرفتم 20 دقیقه وجود من هم با شما نشتم خدا اسم آقا شما میگفتیم ما اول حرف بزنیم ما حرف میزدیم نه همینجا بشین من همین حال میام باز خدمتت آقا منظور ته صحبت کردن همه حرفه آقا ما اول شما میگفتین که ما خبر میکردیم صحبت میکردیم کار میکردیم نبی حساب دنه برا همینجوری بگو بیا یه بار دیگه نه خیلی بالا همینجوری